مهربون که خواننده است و میشناسیدش و براش از همین بالا آرزوی بهترین ها رو میکنم. وقتی این همه انرژی رو من گرفتم قطعا دعایی من میگیری، ردخور نداره، ایشالله که بگیری. دوست دارم یک دست خوشگل و جانانه بزنید برای مرتضی اشرفی عزیزم، جانانه بزنید براش. خیلی با اخلاق و مهربون و دوست داشتنی و خاکی. آرزوی موفقیت‌های آنچنانی دارم براش. امیدوارم که درخشندگی بیش از بیش باشه و بیای روی استیج برای همه طرفدارا برنامه اجرا کنی. عاشقتم، قربونتو برم. من یه دسته خوشگلی دیگه برای مرتضی بزنید. سلام آقای اشرفی. سلام. کنسرت خوش گذشت؟ خیلی خوش گذشت. محسن ابراهیم‌زاده عزیزم مثل همیشه ترکون، ان شاءالله که بالاتر از اینا ببینیمش. کنسرت در حال اجرا دارید؟ حالا اشتباه داره مراحل قانونیش طی میشه یا تا چند وقت آینده بهتون قول میدم کنسرت رو بذاریم. بعد از اینکه کنسرت تهران رو گذاشتیم مطمئنا اولین جایی که بخوایم بذاریم گیلانه، چون من خیلی مردم گیلان رو دوست دارم. خانم روی هم که تهیه کنندم هستن و واقعا خیلی پیگیرن که اولین بعد از کنسرت تهران کنسرت گیلان رو بذاریم. امیدوارم که بیام هر چیز زودتر پیش مردم گیلان، مردم خونگرم اندلی، رشت، لایجان، کلا گیلان دیگه همه دوست داشتنی. شما خیلی عزیزی. آهنگ جدید چی؟ آهنگ جدیدم ان شاءالله تا هفته بعد آهنگ رفیق که با خانم روی هماهنگ کردیم. ان شاءالله آهنگ رفیق رو پخش می‌کنیم با مجوز رسمی. بعد دیگه یواش یواش میریم برای کار. بگید بزادم برسه این همه بغضو کم کنه، به غم بگید یکی دو روز منو فراموشه. از هنرمنده گیلانی کسی رو میشناسید؟ از هنرمنده گیلانی والا من آهنگاشون رو گوش میکنم ولی اسماشون رو نمیدونم و خیلی دوست دارم کارهای گیلانی رو و اینکه همیشه پیگیرشون هستن. انشالله که همیشه موفق باشن، براشون بهترینا رو آرزو میکنم. ما همچنین. زیاد میرید و میاید، اصالتا گیلانی که نیستیم. من اصالتا اصلیتمون خلخالیه ولی گیلان رو خیلی دوست دارم. من هر وقت دلم میگیره میام گیلان و دم باز میشه برمیگردم میرم تهران. گیلانی هم قطعا خیلی دوستتون دارم و منتظر کنسرتتون هستیم توی گیلان. انشالله بعد از کنسرت تهران اولین کنسرتمون گیلانه. مرسی از شما. برای شبکه گیلان مدیا صحبتی برای مخاطبینمون نداریم؟ واسه شبکه گیلان مدیا بهترینا رو آرزو میکنم. انشالله که شبکه‌تون روز به روز موفق باشه، روز به روز بره جلوتر و اینکه از طرف من به کل مردم گیلان بگید که عاشقشونم. خیلی ممنون از شما. ممنونم از اینکه وقتتون رو گذاشتید. عزیزی موفق باشید.